사라졌어. 다 움직였어. سلام به همه طرفدارای سریال پر از هیجان و راز. امروز قراره به یکی از مورد انتظارترین موضوعات دنیای تلویزیون بپردازیم. فصل آخر بازی مرکب که تو تابستون قرار بیاد. به نظر شما سرنوشتی منتظر شخصیت‌های اصلی هست؟ گیهون، فرانتمن و حتی VIP ها و بقیه شرکت کننده ها. یه تحلیل جذاب داریم که پر از حدس‌ها و تئوری‌های هیجان انگیزه. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. دوتا پیک برو بالا بیا وسط درتی تتو کن رو بدن سکسیت بلاس ایتی مو لخت سیاه یا باش باریا. آیا گیهون میتونه سیستم رو نابود کنه یا خودش هم گرفتار چرخه مرگبار بازی ها میشه؟ اگه آماده اید پس شروع کنیم. بیاد از قهرمان اصلی داستان یعنی سونگ گیهون شروع کنیم. یادتونه که تو پایان فصل اول اون به جای شروع زندگی جدیدش با اون همه پول به بازی برگشت. ولی چرا؟ برای انتقام یا یه دلیل عمیق‌تر؟ گیهون حالا یه هدف داره، نابود کردن سیستم، ولی راهش آسون نیست. ممکنه به بازی‌ها نفوذ کنه و از داخل اونا رو ضربه بزنه. یه تئوری دیگه هم هست که میگه حتی به یکی از VIP ها هم قرار نزدیک بشه و نقشه‌شون رو سر در بیاره. ولی سوال اینجاست که آیا گیهون موفق میشه تو این راه یا اونم مثل بقیه شرکت کننده ها کشته خواهد شد؟ Yes. فکر میکنید ممکنه خودش تبدیل به فرانتمن بعدی بشه یا پیچش داستانی از این بزرگتر خواهد بود؟ حالا برسیم به یکی از شخصیت‌های مرموز و محبوب، فرانتمن یا همون هونگ هانگ هینگ هو. تو فصل اول فهمیدیم که اون یه برنده قدیمی بازی بوده که حالا به دست راست VIP ها تبدیل شده. ولی چرا؟ یه نظریه قوی میگه که فرانتمن خودش قربانی این سیستمه و ممکنه تو فصل آخر تصمیم بگیره علیه سازندگان بازی قیام کنه. ولی یه احتمال دیگه هم هست، شاید اون برای حفظ قدرتش به هر قیمتی به گیهون خیانت کنه و حتی جلوی نابودی سیستم رو بگیره. فکر میکنید در نهایت برادرها دوباره رو در رو بشن یا یکی از اونا کشته میشه و فقط یکیشون زنده میمونه و یا هر دوتاشون کشته میشه؟ سوالات بزرگ طرفدارا اینه که آیا کانگ سپیوک یا شخصیت‌های دیگه محبوب بازی هم برمیگردن مثل شماره 218 بهترین دوست بچگیش؟ درسته که کانگ سپیوک تو فصل اول کشته شد، ولی همیشه راههایی برای بازگشت دادن این شرکت کننده ها تو سریال های بزرگ وجود داشته، مثل خیلی از ویدیوهای هالیوودی و بالیوودی که کشته میشن بعد از 10 بار دوباره زنده میشن. یه احتمال دیگه هم هست که اون برادر کوچولوش که توی کودکستان بود وارد بازی ها بشه تا راهش رو ادامه بده، یا شاید یه پیچش داستانی شوکه کننده داشته باشیم و نسخه شبیه سازی شده ای از سبیوک رو ببینیم که میتونه سیستم وحشتناک بازی ها رو نشون بده. شاید کشته نشده باشه، اعضای بدنش رو فروخته باشن و دوباره تعمیرش کرده باشن و به بازی برگشته یا فرار کرده از اونجا و دوباره خلاصه نمیدونم. فکرشو بکنید که سبیوک برگرده و حتی با گیهون دشمن بشه. این دیگه واقعا غافلگیر کننده است، مگه نه؟ حالا بیاید درباره VIP ها حرف بزنیم. این میلیاردرهای مرموز و حال به همزن سازندگان اصلی بازی هستند که از تماشای درد و رنج دیگران خیلی لذت میبرن. این سوال اینجاست که واقعا چه چیزی پشت نقابای اونا پنهانه؟ منظورم قیافه خودشون نیست، منظورم اون شخصیتاشونه، سابقه شونه، هدفشونه. یه تئوری جالب میگه که ممکنه یکی از VIP ها خودش بازیکن سابق باشه که حالا به این سیستم پیوسته، همون پیرمرده که خیلی رومخه. شاید حتی گیهون با اونا روبرو بشه و بفهمه که همه چیز پیچیده تر از این چیزی بوده که فکرشو میکرد. آیا ممکنه VIP هم قربانی یه سیستم بزرگتر از اون باشن که غیر قابل تجسم و تصور هست؟ یه فساد بزرگتر و یک قدرت بزرگتری پشت اونو باشه؟ Oh my god. بازگشت پلیس سونگ گیهو.
به نظر شما جونگهو به گیهون میتونه کمک کنه یا داستانش به تنهایی پیش میره؟ من که فکر میکنم آخرش اون میتونه به جزیره خودشو برسونه و به گیهون کمک کنه، ولی فقط در حد تئوری هست. حالا میرسیم به سوال بزرگ: پایان فصل آخر بازی مرکب چطور خواهد بود؟ آیا سیستم نابود میشه یا مثل همیشه این چرخه لعنتی بی پایان ادامه پیدا میکنه؟ یه پایان ممکن اینه که گیهون با کمک جونگهو سیستم رو نابود کنه ولی خودش هم قربانی بشه، یا شاید یه پیچش تاریک‌تر داشته باشیم که نشون بده حتی با مرگ VIP ها و فرونتمن هم بازی ها ادامه پیدا کنه، در جاهای مختلف دنیا هم وجود داشته باشه. یه نظریه میگه که کل داستان بازی مرکب یه چرخه است و بازیکنان جدید همون اشتباهات بازیکنان قبلی میکنن و از مشکلات مالی به این بازی ها پناه میارن. آیا این نقد نهایی سیستم های قدرت نیست که در همه جاهای دنیا آدمای فقیر تومه و قربانی آدمای پولدار میشن؟ خب دوستان، این بود تحلیل و پیشبینی ما درباره سرنوشت شخصیت ها در فصل آخر. اینها فقط در حد یک پیشبینی هستن. شما چه فکر میکنید؟ آیا گیون موفق میشه یا فرانتمن تغییر میکنه؟ نظراتتون رو تو کامنت ها حتما بنویسید. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندید. تا ویدیوهای بعدی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.